تجارت برق یک موضوع جهانی است. نه تنها افغانستان برق را وارد می کند، کشورهای بسیار قوی مانند هندوستان، مانند ایران، مانند قرقیزستان و ازبکستان، مانند کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی با یک دیگر یکی تولید میکنه، دیگه از پیشش میگیره. در وقت زمستان یک کشور از دیگه برق میگیره، در وقت تابستان دیگه کشور به دیگه برق میده. این موضوع تنها در افغانستان نیست. خب ما باز هم کوشش میکنیم که از منابع داخلی خود که منابع بسیار فراوان داریم الحمدلله، از او باید استفاده کنیم. از بخش باد گرفته تا آفتاب، تا گاز، تا سنگیزغال، آب و حتی کثافات شاروالی ما سرشان کار میکنیم که از این باید برق تولید کنیم تا بتوانیم که یک کشور صنعتی شویم. برادران محترم، ما شما با قربانی های گزاف این نظام را بر دست آوردیم، حریت سیاسی را گرفتیم. حالا ضرورت است به حریت اقتصادی. حریت اقتصادی تضمین کننده حریت سیاسی هست و آن وقت ما می توانیم که حریت اقتصادی داشته باشیم که صنعتی باشیم، از احتیاج دیگران خلاص شویم. ما به موبایل ضرورت داریم، باید فابریکه جور کردن موبایل داشته باشیم. به موتر ضرورت داریم، حتی از این لاوسپیکر گرفته تا تخته، تا مواد غذایی، مواد صحی، لوازم برق، لوازم خانواده و جامعه، چیزی که ما در جامعه خود ضرورت داریم باید خود ما بسازیم تا از احتیاج دیگران خلاص شویم و به جای واردات رو به صادرات بریم بخیر.